سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه همراه با من. بچه این اولین ویدیومه که دارم طولو میزنم و خیلی برش استرس دارم و لطفا لایک کنین، کامنت بزنین و سابسکرایب کنین. لطفا لایک ها رو زیاد کنین. اگه لایک ها رو زیاد کنین ویدیوهای خوبتر و بهتری براتون میذارم. بزن بریم. بچه ویدیویی که من میخوام بگیرم ویدیو خمیر کلی هستش که من میخوام یه چیز درست کنم، یه چیز بهتون آموزش بدم. آره میخوایم یه چیز با هم درست کنیم دیگه. بچه‌م سر ویدیوی بعدی اگه این لایک ها زیاد باشه، سر ویدیوی بعدی بچه من سر ویدیوی بعدی میخوام شما یه سری کامنت بدین. بعدش هم وقتی کامنت رو دادین مثلا سوال ازم بپرسین، مثلا این چند سالته، یا آره دیگه آره چند سالته، که شروع کردی به ویدیو ساختن. آره این سوالا میخوام ازم بپرسین دیگه. آره مثلا سوال بپرسین دیگه، هر چی سوال تو ذهنتونه ازم بپرسین. آره بعد الان بریم سراغ ویدیو دیگه. بچه من اینو درست کردم، خوشگله صورتم تو کارش نباشه. اینو خودم یه پرتقال انگار، اینو خودم درست کردم. الان میخوام یه گلدون درست کنم و به نظرم خیلی خوبه. یه گلدون که داخلش یه گربه است و دورش هم گله. فکر نکنم زیاد خوب بشه، ولی خب بزن بریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بزنین اگه دوست داشتین. زنگولم فعال کنین که وقتی ویدیو گذاشتم بهتون نشون بده. Let's go. اولین چیز در خمیر کلیمون، باشه من واقعا هیچ ایده ای ندارم که چجوری میخوام بسازمش، ولی فقط یه چیز گفتم دیگه. اگرم دوست داشتیم میتونیم ببینین و درست کنیم. من زیاد توپخونه رو خریدی و اینا زیاد چیز نمی‌چنین. خمیر کلی خیلی باحالن، حال میده به آدم. اینا میبینیم ظرف تو اینه. پدر گرامی وقتی داشت این رو می‌آورد از دستش افتاد و آره دیگه ظرفش ترکید و الان دیگه تو اینا قرار داره. کلی هم ترک. خب بریم سراغ شروع ویدیو. اما اینو باید گیر کنم. اینو تعداد زیادی براش من یه ذره بردارم و نمیدونم بچه واقعا تجربه زیادی. اولا یه سطح صاف نیاز داریم. این مثل این و اینو اینجا میذارین. واسه این دوربین تا فکر نکنم بیفته. بچه‌ها تصویر من دارین؟ آره. خب حالا اینو باید گردش کنیم با این سطح که صافه. مثلا با دستتون شکل دستتون رو میگیره، بعد یه جورایی بد میشه. و با این سطح کارتون رو انجام بدید. من برم اینو گرد کنم برگردم. الان سری برمیگردم. بس من اینو یه جورایی گردش کردم. نمیدونم دیگه خوب شده یا نه. خوبه. بعد حالا اینو بعد نمیدونم بچه چی جوری بود. اینو باید حالا اینجوری کنیم به زور. نمیدونم هیچ نظری ندارم چجوری باید این درستش کنم. بعد فکر کنم باید این رو فشارش بدیم به این صورت که یه شکل گلدون بگیره. این دست من میفته. این بچه ها جاشو باید یکم سطحشو اگر یکم خوابیده تر کنم عالی میشه، یا اگر یکم له ترش کنم. بچه دیگه بعد به این حالت برسه دیگه. زیادم به پشتم دقت بکن. خب اینم از این دیگه. حالا بخش اصلی داستان که باید جوری کنیم. بچه یه لحظه اینجوری بچه دقیقا به همین حالت. خب حالا ما میاییم یه تیکه از این خمیره رو میکنیم، گردش میکنیم. باز بعد اینکه گردش کردیم اینجوری، اگرم بچه ها اگر لایک کنین زیاد یه ویدیو هم میگیرم با دوستان، براتون ویدیو میگیرم اگر بیان، اگر دوست داشته باشن. بله امکانش هست با دوستام هم براتون. حالا اگر دوست داشتین ویدیو میگیرم، اگر دوست دارین لایک کنین. من خیلی دوست دارم شما لایک کنین، ولی بعضیاتون لایک هم نمیکنین. بچه
الان لایک نمی کنین چیزی ازتون کم میشه. بقول من گناه دارم. من اولین باید حمایت کنید. من اینقدر ویدیو براتون میگیرم، البته خیلی نیست که ریدم. بچه این از این تلون شبیه گلدون شد بکنم. حالا بچه نصف خمیر به رنگ سفید یا هر رنگی که دوست دارین گربتون باشه نیاز دارین. هر رنگی دوست دارید دیگه. من که دوست دارم گربم رنگ سفید باشه مثلا. یه نصفشو برمیدارم. بچه من موندم گربه که میخوام درست کنم عرض و طولش باید چقدر باشه. خیلی برام سخت. حالا نمیم چی میشه دیگه. انقدر به اندازه کافی که نیاز داریم خمیر کلی برمیداریم. اصلا من برم این شکل گربه‌ام رو درست کنم برگردم پیشتون، چون جلو دوربین تمرکز ندارم و گیج میشم و آره دیگه بعد دوباره میام پیشتون. خب بچه من اینجوری درستش کردم چون زیاد تو گربه سازی خوب نبودم و فکر میکنم که یکم باید کوچیک‌تر باشه. یکم باید کوچیکش کنم برای اینکه تو این تو این خاک گلدون باید جا بشه و آره دیگه بعد یکم کوچیک‌ترش کنم. آره دیگه بریم که کوچیکش کنیم. با دوباره یه سطح صاف برمی‌داریم و اینا اینجوری می‌کنیم. یکم چیز شد جمع و جور شد. بچه شبم شاید براتون یه ولاگ بگیرم. نظرتون چیه؟ اگر دوست دارید بچه فکر کنم این دیگه براش مناسب باشه. اینجا خوبه دیگه بذارمش. آره دیگه بچه تا اینجای کار که این شد. بچه حالا مونده اول باید گربه‌مون رو درست کنیم. اول از گوشاش شروع میکنم. گوشاش خیلی سخته، واقعا سخته. افتضاح به طرز شدیدی افتضاح و سخت. اینو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنیم. فکر نکنم مساوی باشه. باشه کیا رسولو ببینن. باشه ملیس و مجتبی این ویدیو رو ببینن. واقعا من عاشقشونم. مخصوصا آسلی کوچولو محسن متقلب. کیا ویدیو مجتبی و اینا رو میبینم؟ من که خیلی دوستشون دارم. یکی از یوتیوبرای شاید چقدر سکوت. خب حالا باید یکم اینطوری رو صورتیش کنم. حالا با چی؟ مسئله اصلی اینجاست. بچه میخوام با رنگ این صورتیه یا این درست کنم. نمیدونم کدوم. این تو دوربین انقدر چیزا روشنه بگیرن نه خیلی. خب بچه من این رو جا به جا میکنم. هیچ تقلبی هم درکنم. هر کدوم که تونستم برمیدارم. دیگه این شد. این خیلی زیاد رنگ نداره ولی خب دیگه بچه یه مقدار خیلی کم ازش بردارین. بعد اینم باز با این سطح گردش میکنیم. بعد فشارش میدیم دیگه. ندارین حد فشار. بچه خیلی سخته. چرا؟ من احساس میکنم سخته. نمیدونم هیچی. من هیچی نمیدونم. الان ذهنم پوچه. نمیدونم. وایستی ببینم چی به چیه. تو گوشم خراب نشه. فقط تو خدای هر کار دوست داری بکن و گوشم خراب نکنش. وای بچه ها چه سرست دیگه. نهایت تلاشم کردم که شد نشدم که نشد. گوشای خوشگلش رو میگذاره میذاره به خرگوش شد تا گربه. چی میشه دیگه؟ یا خرگوش میشه یا گربه دیگه. نصفش رو برمی‌دارم یکم زیاده. نصف دیگه با نصف دیگه گردش باشه. من گوشاش رو درست کنم برمیگردم. پس من اینجور درست کردم. یه گوشش نداره یه گوشش داره. خواستم اینجور یکم تنوع بدم و آره. حالا بریم سراغ گلای دورش. بعد که خوش شد دیگه. آره من سراغ گلای دورش
من اینا رو جمع کنم. چون واقعا خمیره بهترین اسباب بازیه. اسباب بازی خمیر. لازمش تو این بلنگ. الان بچه گلو چجوری بسازیم الان؟ زرد ندارم بچه. رنگ زرد من الان یادی دارم. زرد اگر زرد پیدا نشد از همین استفاده. من چجوری چجوری بسته میشه؟ این بلک ها داریم نشون رو فشار بدم. آره اوی بچه من برم مثل چیز پیدا کنم بیام. اصلا استفاده کنم دوست بخواد دوباره رنگ زرد بگردم. اصلا استفاده میکنم. اینا حکم رنگ زرد رو فکر کنیم داره. خب اول اینکه رنگ مورد نیاز من دوست دارم گلم قرمز صورت اینا باشه. حالا اگر شد یکم هم یه نون اینجوری هم بهش اضافه میکنم. بچه کل تایم ویدیو شده مسخره بازی. کلا دارم بازی میکنم بچه. من اگه کامنت بذارین واقعا خیلی میشه. اگر بچه‌ای داری این ویدیو رو میبینی لایک کن. بچه واقعا چرا منو لایک هم نمی کنین؟ اینقدر زحمت میکشم میبینین ولی لایک نمی کنین. واقعا برای بکنم اون ویدیویی که با مجتبی اینا که نگرفتم در مورد مجتبی حرف زدن فکر کنم 2 تا لایک گرفت. آره 2 تا فکر کنم لایک گرفت. دم اونایی گرم که لایک هم کردن. بچه اینه من لایک نکنی ویدیو نمیذارم. یه ماه ویدیو نمیذارم. آره اگرم به که بلاگری داری این ویدیو رو میبینی درکم میکنی. خب دوستان گلم خوشگلای من توجه کن. ترا یه دونه از گلمون که فکر کنم درست شد با رنگ چیز نمیدونم چی اینجوریش بشه. گل شد دیگه. گل دیگه گل دیگه. گلاشو حالا میچینم دورش. تو شاب میچینیم دورش گلا رو. آره دیگه بچه اینم از رنگ قرمز. این از یه گل دیگه هم براش درست میکنیم. یه گل دیگه هم بچه دیگه نمیخوام گل میخوام دوم بزنم. یکیش گل باشه باقیش دوم باشه. منم خوشگل‌تر از گل میشن. حالا سریع ویدیوی دیگه. حالا بچه شبم ول کن اسپایل نمیکنم ویدیو رو. خب بچه این هم از این خوشگل شد. اگر خوشگل شد از 1 تا 10 بگیم پارت دوشم بریم ببینی که قراره یه سری کارهای دیگه کنیم باهاش. خدافظ. دوستتون دارم. خدافظ. لایک یادتون نره. عاشقتونم.